سلام، آناکاویک. خوشحالیم که افتخار اینو داریم که مهمان نگاه‌های ارزشمند شما باشیم. ما با موفقیت به نظر خودمون و البته به لطف کامنت‌های گرامی شما کانت رو به پایان رسوندیم و الان دیگه وارد یک فضای مقدار متفاوتی در اپیزودهای فلسفه خواهیم شد. یه مقدار موضوعی تر به فلسفه خواهیم پرداخت. کامنت‌های شما رو با دقت دونه دونه رو خوندیم، سعی کردیم به همش جواب بدیم. افرادی مثل هایدگر، مثل نیچه رو خواستید که در موردشون صحبت بکنیم، سر وقتش حتما این کارم انجام میدیم، ولی به خاطر اون حالا فرایندی که قبلا در پشت صحنه آناکاویک و در اتاق فکر آناکاویک بهش فکر کردیم، بهش پرداختیم، موضوعاتی رو فعلا مورد بررسی قرار میدیم. سعی میکنیم که ریتم تندتری بگیریم، سعی میکنیم اپیزودهای بیشتر رو در هفته منتشر بکنیم، احتمالاً موضوعات در واقع متنوع‌تری رو بهش بپردازیم و الان قراره که در موضوع مواجهه در واقع پارادایم های دینی و پارادایم مدرنیته با هم یک گپ و گفتی رو داشته باشیم، ببینیم که راهکار بشر برای رسیدن به پاسخهایی که براش حل نشده هستند در طول تاریخ کجا بهتر اتفاق میفته، چه مزیت‌هایی رو در هر کدوم از این در واقع دو گونه که الزاماً به نظر برخی تضادی هم با هم دیگه ندارن و قابل جمعن و به نظر برخی غیر قابل جمع هستن و روبروی هم دیگه حتی قرار میگیرن، و مسئله اولویت، یعنی اگر نتونیم اونها رو با هم دیگه جمع بزنیم باید به سراغ کدوم یک به عنوان پاسخ بریم. با علی نجار به گفتگو میشینیم و من واقعاً ازتون ممنون میشم اگر به خاطر روند بهتر شدن چنل آناکاویک و بیشتر شدن دامنه انتشارش برای ما کامنت بذارید، مخصوصا انگلیسی، و حتما ویدیو رو لطفاً لایک بکنید. من خیلی راستش این کار دوست ندارم که این ازتون بخوام و شما رو به شما القا بکنم که این کار رو انجام بدید. اگر در واقع ویدیو رو دوست داشتید و احساس کردید که اندکی تونسته به شما در واقع کمک بکنه برای نگاه بهتر یا کاملتر یا آموخته ای رو به شما انتقال دادن، این لطف را از ما دریغ نکنید. متشکرم. ممنون آرمان جان بابت مقدمه‌ای که گفتی. من قبل از اینکه بحثمون شروع بشه تشکر میکنم از جی مکس و تیم جی مکس و بچه‌ها که کمک میکنن که آناکاویک پیش بره. فصل اول ما، یعنی پروژه اول ما که قول داده بودیم، حالا با تغییراتی که قرار بود در کانت به پایان برسه تموم شد. یعنی پروژه با توضیح کانت و هگل به عنوان بدهی ما به شما، پروژه مدرنیته تموم شد و حالا اصولا طبق تاریخ فلسفه ما باید بریم سراغ پروژه های پست مدرن. یعنی اگه بخوایم پروژه تاریخ فلسفه رو ادامه بدیم که یعنی نقدای اساسی که به مدرنیته میشه که سه تا چهره اصلی هستند بعد از هگل که نقد دارن به کل پروژه مدرنیته: نیچه، کیرکگور و مارکس. و بعد از این، یعنی با توجه به جریان‌هایی که از این سه تا چهره ایجاد میشه، پدیدارشناسی که زیرش هوسرل و هایدگر تعریف میشه، و بعد مثلا مکتب فرانکفورت که ادامه جنبش چپه، و بعد هرمونوتیک گادامر و مثلا حتی هابرماس و اینها تا حدودی تحت تاثیر هستن. حالا قبل از اینکه ما وارد جریان‌های پست مدرن بشیم، نقدایی که به کل پروژه مدرنیته وارده، من میخوام وارد پروژه فلسفه دین بشم. این پروژه از این نظر که ما درک عمیق‌تر و درست‌تری پیدا بکنیم از پروژه مدرنیته و بعد رابطه این دوتا با هم دیگه باید حتما درک بشه تا پروژه مدرنیته خوب و مشخص فهمیده بشه که چطور از دل اندیشه دینی داره یه جوری مدرنیته در میاد و چه جوری در مقابله هم قرار میگیرن اینها، چه تعریفی باید از این رابطه داشته باشیم. و در ضمن دوستان، پروژه های پست مدرن یه جورایی وابسته هستند به اندیشه های دینی از این نظر که باید هم تمایزشون دوباره اونجا درک بشه، هم نزدیکیشون درک بشه. یعنی مثلا پروژه کیرکگور، پروژه هایدگر، اینا طبیعتاً یه نزدیکی هایی حداقل اگر ذهن ما به عنوان ایرانیایی که درگیر پروژه دین هستیم سراغش بره، احساس میکنه که مقداری دینی ان اینها، باید درک بشه اینها. و در ضمن که خب میدونیم که ما الان درگیر جامعه هستیم که هم دغدغه‌های دینی داره، هم سیستم حکومتی دینی داره، یعنی حداقل تا یه حدودی مشروعیتشو داره سیستم پروژه دین میگه. با این مقدمه من توی این جلسه سعی میکنم بگم که دین و کل پروژه تفکر دینی یک پارادایم فکری، حالا توضیح میدم این به عنوان تیتر حال داشته باشه در اول،
و مدرنیته هم یک پارادایم فکریه و این دوتا باید در مقابل همدیگه گذاشته بشن، توی آینه هم دیده بشن، با همدیگه گفتگو بکنن و توضیح بدم که چرا این گفتگو مهمه و چرا بدون این گفتگو تقریبا درک این دوتا ناقص باقی میمونه، مخصوصا برای مایی که در جامعه دینی داریم زندگی میکنیم و طبیعتا با ترمینولوژی دینی، یعنی با لغات و سمنتیکس و مجموعه زبان شناسی دینی داریم فکر میکنیم. این جلسه میخوام راجع به این صحبت بکنم. پارادایم های دینی، پارادایم های فکری چی اند به طور کلی؟ این ترم رو اولین بار، یعنی کسی که خیلی جا انداخت و جدی شد، توماس کون بود که مطرح کرد. پارادایم های فکری یه مجموعه از مفاهیم هستند دوستان که با هم دیگه یک ارتباط خاصی دارن در اون حوزه پارادایمی. مفاهیمی که هم انتزاعی هن، هم میتونن انتزاعی نباشن، مفاهیم کاملا ملموس زندگی باشن و با این مفاهیم خودشون کل جهان رو دارن توضیح میدن، ابزارهای شناخت انسان رو دارن توضیح میدن. هدف انسان، غایت انسان، هستی شناسی، شناخت شناسی، تمام این پروژه های اساسی فلسفی و حتی علمی رو درون این پارادایم ها دارن توضیح میدن. این مفاهیمی که داخل این پارادایم هستن دارای سلسله مراتبی هستند، یعنی بعضیاشون مهمترن، اساسی ترن، جدی ترن، بعضیاشون اثبات میشن با توجه به امکاناتی که اون مدل فکر فراهم میکنه، بعضیاشون به عنوان پیشفرض پذیرفته میشن. دین یکی از این پارادایم های پارادایم های قدیمیه، یعنی یکی از قدیمی ترین پارادایم های فکری بشره. یه تاریخ بسیار طولانی داره. اگر دین را معنای اعمش در نظر بگیریم که تقریبا از زمانی که ما بشر رو میشناسیم و ازش چیزهای نوشته شده یا دین یا شبه دین‌های شبه دین‌هایی بوده، ولی به خصوص ادیان ابراهیمی هم، یعنی از زمانی که ما از خود ابراهیم حداقل در نظر بگیریم تا محمد به عنوان خاتم انبیا و پروژه اسلام، یک تاریخ بسیار قدیمی این پارادایم داره. وقتی میگیم یه پارادایم تاریخ قدیمی داره، یعنی مدت زمانه بسیار زیادی مفهوم تولید کرده از خودش، رابطه مفاهیم مرتب بررسی کرده، چکشکاری کرده، هی عوض کرده، شکل داده، به متون برگشته، اومده بیرون، با این متون هی سر و کله زده و این پارادایم هی فر بهتر شده و گسترش پیدا کرده و میخوام این نتیجه رو بگیرم. پارادایم کوچیک و دم دستی نیست که شما بگید که مشخصه که مثلا فلان چیز رد میشه، مثلا فلان استدلالی که بکنید میگید مشخصه که این با همچین پارادایمی سر کار ندارید. این رو هم به کسایی میگم که این رو اصلا قبول ندارن، آره، هم به کسایی که دارن درون پارادایم دینی فکر میکنن. هر دو تا باید این رو بدونیم. شما چه عنوان منتقد، چه عنوان کسی که داره زیست میکنه جهان دین رو، باید این رو بدونید که پارادایم قویه. در ضمن که یک بازه مهمی از تاریخ، پارادایم های دینی نه تنها یه پارادایم پرقدمت بودن، بلکه پارادایم هژمون اصلی بودن. در دوران توی تاریخ شرق جهان، شرق منظورم خاورمیانه و این طرفه، از زمانی که محمد آمده تا حداقل پایان حکومت بنی در واقع حکومت ها، بنی امیه، بنی عباس و عثمانی، ما داریم راجع به چند تا تمدن که همشون تمدن روم و اینا رو تحت فشار قرار داشتن صحبت میکنیم، هژمون بودن. از اون طرف خود حکومت روم حکومتیه که هژمون هستش، دینی، از زمانی دینی شکل میگیره و بعد هم امپراتوری های بعدی که بعد از روم، امپراتوری روم میاند، هم جریان های دینی وابسته به روم هستند. با یه همچی قول بزرگی شما خلاصه سر و کار دارید. ولی مدرنیته هم از زمانی که شکل گرفت، مخصوصاً با پروژه دست به دست پروژه علم تجربی، یک پارادایم جدید با مجموع مفاهیم جدید دوستان شکل داد که درک متفاوتی از پارادایم دینی داره و آروم آروم این پارادایم رو هل داد عقب، حوزه‌هایی رو از این پارادایم گرفت. اتفاقی که به طور دقیق میفته، چیزی که میخوام اینجا مشخص بشه اینه که یه پارادایم، یه مدل از فکر دوستان، جهان خودش رو داره تعریف میکنه دیگه. ما جهان رو با اون میبینیم، اون مفاهیمی که داریم داره، ما جهان رو
مفاهیم خودمون میبینیم. توی اون پارادایم جهان ما داره تصویر میشه. این جهان شروع میکنه یه سری مشکلات از خودش تولید میکنه. مثال ملموس حکومت اسلامی بگیم گسترش پیدا میکنه، درگیر میشه با حکومت‌های دیگه و یه جغرافیای وسیع رو میخواد از نظر اقتصادی مدیریت کنه. خب با این مشکل عملی که خودش با توجه به مفهوم مثلا سلطه، گسترش اسلام داره، باعث ایجاد مشکلات جدیدی میشه و مجبوره که حالا از درون این پارادایم بهش پاسخ بده. تا یه جایی میتونه، ولی معمولا یعنی تا به حال که اینطور بوده تمام پارادایم ها مشکلاتی رو خلق کردن که دیگه خودشون نمیتونستن بهشون پاسخ بدن. این اتفاق برای بنی امیه بنی عباس افتاد، برای اروپا و کلیسا افتاد و در پاسخ به این مشکلات اساسی پارادایمی از دل اون پارادایم بیرون اومد به اسم پارادایم مدرنیته که همونطور که من سعی کردم توضیح بدم به زبان ساده جای خدا و انسان رو عوض کرد و به اون سوالها حالا پاسخ داد. پس من یه لحظه یه جایی انتظار یه جمله دیگه رو داشتم، چیز دیگه ای شنیدم. من انتظار داشتم شما مثلا بگی که اسلام در پاسخ به مسائل بروزش که در واقع واکنش به سلطه و در گسترشش بوده، مثلا به چی میگن دست به دامان مسئله به نام فقه شده. ولی خب آره، یعنی شما اینو رد نمی‌کنی، ولی میگی که یه مقدار احساس کنم شما اینو اسکیپ کردی، یعنی میگی که اوکی نه اون که اون قسمتی از خود اسلامه و نه یک در واقع دیولپمنتی از اسلام و وقتی که فقه هم به نظر انگار حداقل به نظر قسمتی از بشر به اندازه پاسخگوی نیازهای در واقع بشر اون مقطع نیست، حالا مدرنیته از درش به وجود اومده. آره اینا که مخالف هم نیستن. آره نه کاملا اتفاقا در حرف تو فقه تولید شد به خاطر پاسخ به سوال‌ها. فکر میگم من منتظر بودم شما راجع به این صحبت بکنید که یعنی حتی یک تلاشی نه منظورم اینه که انگار که می‌خواستم اینو بگم یا فکر انتظار داشتم میگم شما بگید که اون به پایان رسیدن پارادایم انگار که ما یک متون اصلی داریم مثلا مثل انجیل، مثل قرآن و یک جایی در وهله اول همونها پاسخگوی نیازهای اولیه و اون دسته اول کسانی که مثلا ایمان میارن و حالا نزدیکان پیامبر هستن. یه اسمی هم داره کسانی که پیامبر از نزدیک دیدن و خلاصه هم دورانش هستن، مثلا صحابه پیامبر و اینها تا یک زمانی کاملا پاسخگوه و بعد ما به سراغ در واقع رفرنس هایی مثل اخلاق عملی، سنت های عملی و حالا سیره عملی و سیره نظری اهل بیت میریم یا حالا پیامبر میریم، چون حالا فقه گسترده میکنیم. مسئله اینه که میگم اونجا اصلا انگار در دل خود اون پارادایم دینی هم این نیاز که ما نمیتوانیم به صرف اون منابع حالا از جنس وحی و خداگون رفرنس دادنمون پاسخگوی نیازهای هر روز در حال تغییرمون نخواهد بود و ناچار به این هستیم که پاسخ بدیم. اما چون با همون ویژن و اون پارادایم دینی به قول شما داریم به موضوع نگاه میکنیم، ممکنه که یک جنس نبودن نیاز و اون رفرنسی که ما داریم استفاده میکنیم از نظر برخی که حالا ممکنه به ما نزدیک باشن از نظر فکری یا نباشند، ما رو به مرحله برسونه که نیاز به روبروی این تفکر جدیدی به نام حالا مدرنیته خلق شدن رو من راجع به مکانیسم صحبت نکردم. تو در مکانیسمش تو سعی کردی توضیح دقیق تری بدی، خیلی هم من کاملا موافقم. به هر حال با یه مکانیزمی سعی میکنه با توجه به محدودیت ها و امکاناتی که داره، متونی که به هر حال باید بهش بپردازه نمیتونه ازش فرار کنه و در ضمن ابهامی که این متون داره و در ضمن متونی که اضافه میکنه. یعنی چه در تاریخ مسیحیت ما متون جدیدی از حواریون اضافه میشه به کنار انجیل قرار میگیره و این متن و اسلام که خب اهل بیت و احادیث که هدن اضافه میشن. ولی به هر حال اتفاقی که افتاد این رو خیلی نمیخواستم واردش بشم، این مد نظرم اینه که این پارادایم از درون خودش مشکلاتی رو به وجود آورد با مفاهیم خودش که دیگه توانایی پاسخگویی بهش رو نداشت. در زرتشت همین اتفاق افتاد و حالا همه پارادایم ها این کارو میکنن. پارادایم مدرنیته هم همین کارو کرد و اتفاق واضح و ملموسش جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و بعد نهیلیسم فلسفی و اتفاقات جنگ سرد و همه اینها رو هم باید دوستانی که پروژه مدرنیته رو بهش
خیلی دلبستگی عواقبش رو دارند هم بپذیرند. بدونند که جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ سرد از پیامدهای اندیشه مدرن. این تصویری که از اوپنهایمر جدیداً این فیلم مشهوری که هست که منفجر داره پشتش میشه و این تک و تنها مثلا جای انفجار ایستاده، دقیقاً رابطه تکنولوژی و مدرنیته و بحران‌هایی که مدرنیته داره خلق میکنه و گویا دیگه پاسخ بهش نمیتونه بده و حالا باید پست مدرن پاسخ بده. حرف اینه که این دو تا پارادایم به هر حال هستند و نابود نشدن. ببینید پارادایم مثلا اندیشه یونانی، خدایان یونان و دین یونانی از بین رفته، دیگه نیست، یا خیلی اینقدر لاغره که میشه بهش نپرداخت. ولی پارادایم دینی هم در اروپا، هم در آمریکا، هم در خاورمیانه، خب پارادایم قوی فربه هنوز خیلی حوزه ها رو مال خود داره و اتفاقا با شکست پروژه مدرنیته در جاهایی اون سعی کرده گسترده تر بشه، مثلا وارد حوزه اخلاق بشه، دوباره حوزه‌ای که داشته رو پس بگیره و سعی کنه این بار به مشکلات مدرنیته خودش پاسخ بده. حتی با پروژه روشنفکری دینی، مسائلی همون شبه دین‌های متفرقه‌ای که اتفاق میفته، مثلا نمیدونم حالا عرفان‌های متفرقه اینا از جنس دین، یعنی با لباس دین پوشیدن هم حتی سعی میکنه که این در واقع امپراتوری از غیر قابل لمس رو در واقع گسترشش بده. یعنی این ما توی ایران که دیگه واضحاً با درگیری این دوتا مواجهیم که حالا دیگه خیلی هم پرخ اینقدر از واضحات تاریخ ماست. از زمان صفویه دیگه ما این درگیری رو داریم، در مشروطه که دیگه خیلی واضحه و هنوز هم این مشکلات ادامه داره. خب حالا سوال اصلی اینه که ما دو تا پارادایم پس داریم میخوان با هم دیگه صحبت کنند و همدیگر رو تعریف میکنن. دین یه سری چیزایی میگه و مدرنیته قبول نمیکنه، نقد میکنه، این پاسخ میده. ما این دیالوگ رو سعی میکنیم شکل بدیم توی چند جلسه و حالا جلسات آینده که پارادایم دین رو شما خوب بشناسید، پارادایم مدرنیته هم در پرتو دین در پاسخش ببینید و ببینید که دوستان یه پارادایم با یه پارادایم دیگه همینطوری از بیرون که نگاه بکنیم قابل مقایسه نیست، چون هر کدوم از این پارادایم ها منطق خاص خود، روش فکر خاص خود، اعتبار دهی به گزاره ها با شکل خاص، مفاهیم خاصی دارن و قضاوت اینها از بیرون به راحتی با این جمله که من این رو قبول ندارم به این معنی که اصلا به طور کلی اینجوری قضاوت نمی‌کنم، اینجوری فکر نمی‌کنم، سیستم فکری اینطوری نیست. با این مواجهیم. وقتی دو تا پارادایم با هم حرف میزنن، دو تا آدم از یه مریخی داره با یه آدم تو کره زمین صحبت میکنه. خب بعد چه کنیم؟ از واژه‌ها و خیلی کاملا اینطوری در نظر بگیرید. تقریبا چیزی شبیه تعاملی که بین فرهنگ‌ها هم شاید حتی کمتر تازه اینجا اتفاق بیفته، ولی در مورد مذاهب حتی هر دو در واقع از جنس مذهب هم حتی ما این مسئله باز اونجا کمتر حتی مفهوم خدایی هست. جایی به اندازه این خود اصلا پارادایم یعنی ابزار، داخلش ابزار هم هست، ابزاری که استفاده میکنه. حالا میرسیم مقایسه که بکنیم متوجه میشید که چقدر این دوتا با هم فرق دارن و چجوری باید، ولی چجوری میشه با هم حرف بزنن. تلاشی که من دارم میکنم در این چند حال بستگی داره که چقدر ادامه پیدا بکنه، ترجمه یک سخن یک پارادایم درون پارادایم دیگه است و ترجمه بازگشت، یعنی یه ترجمه ای لازمه از این مفهوم به اون مفهوم که بتونه دغدغه های اون رو پاسخ بده. هر پارادایمی که نتونه دغدغه های پارادایم مقابلش رو پاسخ بده، به طور مشخص الان اگر دین نتونه پاسخ دغدغه های پارادایم مدرن رو بده، یا مجبور کلاً عقب بشینه از حوزه‌ای که هست، یا نابود بشه. یعنی یا بگه هوشه آقا من نمیتونم مسئله اقتصادی پاسخ بدم، مثلا راجع به اقتصاد حرفی نمیزنم، اقتصاد مال تو، سیاست مال تو، علم مال تو، و کوچکتر و لاغرتر بشه تا منتظر بماند که ببیند تاریخ چه فرصتی رو براش دوباره پیش میاره. یا باید سعی کنه پاسخ بدیلی ارائه بده و واقعا دغدغه های اون پارادایم رو پاسخ بده. ما توی همچی فضایی سعی میکنیم دیالوگ بین دین و اندیشه مدرن رو پیش ببریم با تکیه فعلا در چند جلسه اول با مفهوم خدا. مفهوم خدا اون ستون و خیمه اصلی اندیشه های ادیان ابراهیمی دوستان، توی سلسله مراتب جایگاه بسیار مهم و والایی داره، نه توی همه ادیان، توی ادیان ابراهیمی، ولی در ضمن جزء پیش‌فرض‌های پارادایم دینی نیست. یعنی دین نمیگه که من خدا رو پیش‌فرض گرفتم و بقیه رو اثباتش میکنه. یعنی مجموعه مکانیزم ها و مفاهیمی داره که از دل اونا مفهوم خدا در میاد به عنوان یک استدلال، نتیجه و ضرورت منطقی، ولی در همون پارادایم خودش. آره دیگه. حالا این
تصویرش دقیق‌تر روشن میشه. در ضمن همین مفهوم در اندیشه مدرن داره نقد جدی میشه و به هیچ وجه پذیرفته نمیشه و داره طرد میشه. یعنی ما میخوایم این دیالوگ این دوتا رو سعی بکنیم چند جلسه با تکیه بر این مفهوم، یعنی به طور دقیق راههای اثبات خدا، تو پرانتز یک بار برای همیشه راههای اثبات خدا مشخص بشه و حالا گفتنش یه چیزه چه معنایی داره این رو وقتی که این استدلال گفته میشه و پاسخی که بهش داده میشه چه معنایی داره و از تو دلش ما چه چیزی میتونیم در بیاریم و بفهمیم راجع به مدرنیته به عنوان یک پارادایم و اندیشه دینی به عنوان یک پارادایم دیگه. این میشه کار ما در چند جلسه آینده. ببخشید که طولانی شد ولی فکر کنم لازم بود. بله خیلی این یک در واقع پس شد مقدمه‌ای برای آنچه که خواهیم شنید از علی نجار عزیز در جلسات آتی برای بررسی پارادایم دینی و پارادایم مدرنیته. بحث بی‌پایان نیست قطعاً و این یک بحث ساکن نیست که ما بتونیم مثلا به این که اینجا و که اینجا به این طوری که بشه دیگه خب ما میفهمیم که فلان و این خیلی لایو داره ادامه پیدا میکنه. پس بضاعت کما رو پیشاپیش در مورد این موضوع ببخشید. من یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که اگر من بگم من علی نجار نژاد هستم، خواهش میکنم که اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردید و دوست داشتید که بازم از این محتوا ببینید ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو فعال کنید که وارد نوتیفیکیشنش براتون بیاد. نه از انگلیسی یاد گرفتم. و حتما ویدیو رو لایک کنید که بتونن آدمای دیگه که محتوای شبیه به این محتوا رو دوست دارن راحت‌تر و زودتر ما رو ببینن و برامون کامنت بذارید که هم بازم راحت‌تر بتونن ما رو پیدا کنن کسایی که به همچین محتوای دوست علاقه دارن و همین که ما نظر شما رو بفهمیم و بتونیم با توجه به نظر شما تغییر بدیم مباحث و جلسات رو. اشتراک گذاری هم که فوق‌العاده خواهد بود. یعنی نشر کردن این محتوا قطعا خیلی اتفاق خوب رو برای ما رقم میزنه. ازتون ممنونم. آنا کاوی که این هفته به پایان میرسه و تا هفته آتی خدا نگهدارتون.